ولی من در حیرتم برای آن عده از اشخاصانی که با وجود فهمیدن و دانستن و درک کردن این همه فضائل و مراتب، ولی باز هم در سعی و تلاش و کوشش از این هستند که عالما را بدنام بسازند، در سعی و تلاش و کوشش از این هستند که برای عالما توهین و تحقیر بکنند. امروز یک بار برای در صفحات مجازی داخل شدیم، یک مرتبه در صفحات مجازی داخل شدیم، ببینید که روزانه برای عالما چقدر توهین و تحقیر می شود. این عالمایی که جان دادند، این عالمایی که علقم پاره کردند، این عالمایی که مبارزه های جانی و مالی کردند، خاطر چی؟ خاطر از اینکه قرآن را برنامه زندگی من و تو مسلمان بگردانند، خاطر از اینکه پیام الله سبحانه و تعالی را به من و تو مسلمان برسانند. ولی امروز هر فسادی که زیر نام عالم در جامعه می شود، این عالمان نیستند که فساد میکنند، بلکه ملحدین و مفسدین دشمنان الله و رسول الله هستند که از نام پاک علما استفاده کرده، از جامعه پاک علما استفاده کرده، کوشش میکند که علما را بدنام بسازد، کوشش میکند که علما را توهین و تحقیر بکند. بیایید مسلمانان یک کمی بیدار شوید از خواب غفلت که دشمنان دین در هر اطراف و اکناف از نامهای مختلف، از فامیلهای مختلف نام و اصطلاح را عوض کرده، کوشش میکند که من و تو مسلمان را در جان همدیگر بیاندازد، کوشش میکنند که بغض و عداوت و دشمنی نسبت به عالم را در قلب من و تو مسلمان بیاندازند. ولی دشمنان دین این را بدانند این ملت ملتی نیست که با چهار توهین یهود و نصارا، با چهار دشمنان دین علمای خود را رها کنند. و علما هم کسانانی نیستند که از چهار توهین یهود و نصارا بترسند. ما نه از چهار توهین یهود و نصارا میترسیم، نه از توپتانگ آمریکا میترسیم، و نه هم از طیاره‌های بدون سرنشین ترکیه میترسیم، چون که الحمدلله ما مسلمانیم، ما فرزند آدمیم، ما امت پیامبر صلی الله علیه و سلم و ما کلام الله را پیش روی خود داریم. ما به کلام الله می نگریم که قرآن علما را چی توصیف کرده. قرآن علما را به اهل خشیتی که موجب رستگاری سعادت دنیا و آخرت می شود توصیف کرده. قرآن می فرماید انما یخشی الله من عباده العلماء، یقینا که در میان بندگان الله سبحانه و تعالی از الله سبحانه و تعالی بیشتر کسانی میترسند که علم دارند، یعنی علما بیشتر از الله میترسند. و در دیگر مقام میفرماید ذالک لمن خشی ربه، جنت پروردگار مردی را است که از پروردگارش میترسد. پس از مفهوم مشترک این دو آیه این به دست میآید که علمای حقانی و علمای ربانی اهل بهشت هستند. عزیزان من، ولی اگر این توهینات، این تحقیرات از طرف دشمنان دین، از طرف یهود و نصارا و از طرف صفاکان تاریخ صورت میگرفت، ما را دلمان درد نمیکرد، چون که اونها کافرند، اونها مشرکند، اونها دشمنان الله و رسول الله هستند، اونها دشمنیشان را با الله اعلان کرده اند. ولی درد ما اینجاست که این توهینات و این تحقیرات از طرف یک عده از اشخاصان بظاهر مسلمان، یک عده از اشخاصانی که خود را مسلمان میتراشند صورت میگیرد. بیایید عزیزان من که توهین به علما بس است،